افرادی هم که در شرکت ما هستن همشون بانو هستن که ماشاءالله. بانوان بسیار فعال و یعنی کارآفرینی تو حوزه بانو انجام دادیم. بله. چند تا نیرو دارید الان؟ الان ما تقریبا نزدیک 7 نفر نیرو داریم که با این عزیزان فعالیت. باریکلا. شکل فعالیت چیه؟ چون میخوام به مردم یک بشارت بدم، یه هم افزایی بسیار خوب بین دو تا مجموعه شکل گرفته. از محصولتون بگید که چه اتفاقی رو رقم میزنه. تو حوزه سلولای بنیادی گفتین دارین فعالیت میکنین. میکروفون هم بالا بیاد حتما. محصول ما در حوزه محصولات مراقبت از پوست بر پایه اگزوزوم هست. محصولات متنوعی داریم در شرکت که یکی از این محصولاتی که داریم محصولی بر پایه مراقبت از پوست هست که بر پایه اگزوزوم و سلولهای بنیادی که به صورت کرم یا به صورت تزریق حالا زیر نظر خانم دکتر فرموله میشه و در اختیار بیماران قرار میکنه. میخوام کمی راحت بگید. میکنین حالا مثلا من با توجه به اینکه بیمار چه نوع حالا تقاضایی داشته باشه ما فرمولاسیون مختلفی رو برای کرم ها در نظر میگیریم که خب حالا برای فرمولاسیون کرم هامونم زیر نظر آقای دکتر که پزشکی مولکولی خوندن و آقای دکتر تهرانی که فوق تخصص آلرژی هستن اینها فرموله میشه که یعنی با اون بیس گیاهی که استفاده میکنیم کاملا یه بیسی هستش که خاصیت ضد آلرژی نداشته باشه و آنتی اکسیدان های خیلی مناسبی رو استفاده میکنیم که علاوه بر اینکه برای مراقبت از پوست استفاده میشه عوارضی هم برای بیمار نداشته باشه. میخوام دکتر آقای دوست شما بگید که شما چه اتفاقی دارید رقم میزنید که اصطلاحاً به سرانجام داره میرسه. خواهش میکنم. با توجه به اینکه سلول‌های بنیادی و اگزوزوم که حالا یک ترکیب حاوی ریز مولکول هستش و خیلی این روزها ما میشنویم در موردش، ما توی مجموعه خودمون اومدیم با کمک خانم دکتر از خون خود فرد اگزوزوم رو خانم دکتر برامون جدا میکنن اما بسته به نوع بیماری که فرد داره. در زمینه بیماری های پوستی مثلا کسانی که لک که جای جوش و آکنه و اسکار زخم‌های گذشته هستش یا کسانی که رویش مو میخوان رویش مو داشته باشن و در درمان دردهای مفصلی مثل کسانی که آرتروز دارن یا کسانی که شانه یخزده دارن با تزریق اگزوزوم خیلی میتونیم برای ترمیم بافت‌های آسیب دیده بهشون کمک بکنیم. باریکلا. یعنی سلولای بنیادی تو حوزه مختلف استفاده میشه. بله همین بسیار هم خوب. میخوام بپرسم که قصه حضور بانوان به خصوص در موضوع فناوری و نوآوری، شما الان خودتون کارآفرین این حوزه هستید دیگه، چه جایگاهی دارید؟ یعنی اینکه چه اتفاقی دارید رقم میزنید و چه بشود میتونید یک جهش بزرگ رو حتی رقم بزنید؟ راستش رو بخواین من خودم به عنوان یک بانو کارآفرین، حالا ما شرکت ما در پارک فردوسی و پارک سلامت علوم پزشکی مشهد مستقر هست. در حوزه واقعا کارآفرینی که بخوایم بگم مجموعه ما یه مجموعه آرندی هست که با مجموعه تخصصی خانم دکتر آقای دوست فعالیت داره و با چند شرکت داروسازی ما محصولات مختلفی رو میایم روشون کار کردیم. یعنی به عنوان یه آرندی هست که پژوهشگرایی که دوستان در زمینه‌های حالا علم زیست شناسی و مهندسی ژنتیک فعالیت کنن ما ایده هاشون رو پرورش میدیم و اونها رو تبدیل به محصول میکنیم. مثلا ما الان تونستیم برای اولین مکمل دارویی پیشگیری از آلزایمر تولید کنیم که بر پایه یه سری نانوذرات هست که خب یه تیم خیلی قوی داشتیم که در زمینه ژنتیک پزشکی بودن با ما همکاری کردن و یا همون مسئول مراقبت از پوست اگزوزوم ما برای اولین بار تونستیم واکسن نوترکیبی رو تولید کنیم که تونستیم ثبت اختراع آمریکا رو انجام بدیم، گواهی مدال طلا از سوئیس رو دریافت کنیم و چندین ثبت اختراع ملی تونستیم دریافت کنیم. یا برای مسئول اگزوزوممون که با خانم دکتر داریم کار میکنیم ما تونستیم گواهی نوآوری از سوئیس رو با گرید A دریافت کنیم و تونستیم در مسابقات سوئیس مدال طلا کسب کنیم و اختراع بین‌المللی انجام بشه و چندین مقاله. یا برای مکمل آلزایمر به همین ترتیب تونستیم مدال طلا از سوئیس دریافت کنیم ثبت اختراع. یعنی ما هدفمون این هستش که کارآفرینی طوری باشه که پژوهشگر یک ایده‌ای که میده اون ایده رو به محصول تبدیل کنه. فقط طوری نباشه که ما فقط بر اساس فقط حرف و یک اصطلاحات شما قشنگ نمود بارز پیشرفت با نگاه مثبتید. خانم دکتر از اتفاقات مختلفتون تو حوزه بالاخره پزشکی میخوام اگر خاطری هم دارید کوتاه بگید. خیلی هم عالی. بله همینطور. اتفاقا من حدود فکر میکنم 2 ماه پیش بود بیماری داشتم
از یک از کشورهای عربی هم اومده بود و تشخیص بیماریش پسوریازیس بود، یک بیماری زمینه‌ای هستش که یک بیماری مزمن هست در حقیقت و خود ایمن هستش. ما با کمک خانم دکتر اومدیم از کرم هایی که حاوی اگزوزوم خون خودشون بود و تزریق اگزوزوم رو که از خون خودشون گرفتیم بهشون تزریق کردیم و خیلی جالب بود که من بعد از 15 روز بازخوردی که داشتم گفتن که بسیار بسیار در روند بیماری تاثیر داشته و رضایت خیلی خوبی داشتن و این همه بهمون کمک میکنه که ما تو این راهی که داریم میریم موثرتر گام برداریم. خدا قوت بهتون، خیلی هم متشکرم. نشون بارز پیشرفت در انقلاب اسلامی، دو تا بانویی که تونستن توی همین حوزه بالاخره پیشرفت‌های خودشون رو به نمود برسونن. بریم بخش کوتاهی از فعالیتاشون رو با هم ببینیم و ادامه برنامه ترنم بهار رو با ما همکاری کنیم. خیلی متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنم. سلامت باشید. شرکت ما در زمینه تولید محصولات مهندسی ژنتیک و محصولات دارویی فعال هست و آرندی شرکت داروسازی هستیم و در زمینه تولید محصولات زیست فناوری فعال هستیم. تا کنون تونستیم 5 محصول رو وارد بحث تولید بشیم، از جمله محصولات مراقبت از پوست بر پایه اگزوزوم که برای درمان بیماری‌های پسوریازیس، هایپرپیگمنتیشن و بسیار از بیماری پوستی استفاده میشه و همچنین مکمل پیشگیری و کمک به درمان آلزایمر، پروتئین‌های نوترکیب جهت ایمنی درمانی و همچنین درمان بیماری سرطان و چسب زخم‌های جهت عفونت‌های انگشتی و پمادهای ضد درد جهت کمک به بیمارانی که از درد و التهاب رنج می‌برند. و کنون این محصولات ما همه ثبت اختراع بین‌المللی شده و همچنین تونستیم برای محصول واکسن نوترکیبمون ثبت اختراع امریکا رو دریافت کنیم. برای محصول آلزایمر تونستیم در مسابقات بین‌المللی سوئیس مدال طلا رو کسب کنیم و گواهی ایده برتر رو از استارتاپ دموی نانو دریافت کردیم و همچنین مورد حمایت ستاد نانو ریاست جمهوری شدیم و از طرف فدراسیون بین‌المللی مخترعان دعوت شدیم برای مسابقات سیلیکون ولی آمریکا در شهریور ما بتونیم طرحمون رو اونجا ارائه بدیم.